بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیزتر از جان شروع میکنم. حرفم میاد، خیلی حرفم میاد، دوست دارم حرف بزنم با خودم، با خدای خودم. من الان خدمتون بگم که یه لحظه این پیچو بپیچم توی جادم. الان دیگه تقریبا من نزدیک خرم‌آباد هستم که از خرم‌آباد رو رد کنم و برم شهر خودم، خونه پدرم مادرم. یا خدا چه پیچی. جونم براتون بگه کاری که میخوام انجام بدم یه صحبتیه که امشب حس میکنم. خب چقدر من حس میکنم جدیدا. امشب اگه چراغ چشم اذیت میکنه، اگه خاموش باشه هیچی معلوم نیست از من. به نظرم اینجور بهتره، راحت‌ترم میتونم رانندگی کنم. من میتونم، باز معلومم یه ذره چیزی که هست. خب موضوعی که هست اینه که من مدت زیادیه فایل‌های قرآنی رو گوش میدم و امروز تو سایت استاد عباس منش که رفتم نشانه های روزم رو زدم. بعد منو هدایت کرد به سمت یک لایو که اصلا نگاشم نکردم که چیه، فقط دانلودش کردم. بعد که دانلود کردم الان توی مسیر بودم گوشش دادم، دیدم همون مصاحبه‌ایه که منو با استاد عباس منش پاکزاد کرد، آشنا کرد. داستان به این صورت بود که من شاگرد استاد پاکزاد هستم، خیلی دوستش دارم، واقعا از ته قلبم دوستش دارم، چون کسی هست که منو با این تمام این هیته ها آشنا کرد. من کلاس های گلادیاتورش رو شرکت کردم، بعد از کلاس گلادیاتور کلاس NLP شم رفتم. سعادت یه روز فوتبال بازی کردنم با استادم دارم و من گذشت تقریبا چند ماه گذشت، حدود 8-9 ماه گذشت. من همینجور داخل اینترنت که میچرخیدم، این داستانی که تعریف کنم برای خیلی وقت قبله، برای تقریبا بهمن ماه یا اسفند ماه سال قبلیه 1402 که من به یه فایل برخوردم که یه لایو بود از استاد پاکزاد و استاد عباس منش که اینا داشتن با هم صحبت میکردن در خصوص خدا و موضوعی من تا حالا اصلا هیچ دیدی و هیچ توجهی اصلا به استاد عباس منش نداشتم. اصلا نمیدونستم کی هست، اسمشو شنیده بودم اما هیچ توجهی بهش نداشتم تا بعد از این که من این لایو رو که دیدم من استاد پاکزاد رو خیلی قبول دارم، خیلی قبولش داشتم. اون موقع اصلا وحشتناک قبولش داشتم توی اون بره. بعد دیدم استاد پاکزادی که من این همه قبولش دارم، خود استادم میگه که من یک استاد توی زندگی مگر داشته باشم بین سه تا نفری که توی زندگیم بگم توی برای من خیلی تاثیرگذار بوده، استاد عباس منشه. استاد عباس منش اولین استاد من بوده. بعد یه لحظه با خودم گفتم اگه استاد پاکزادی که من این همه قبولش دارم خودش استاد عباس منش رو این میزان قبول داره، پس ببین این دیگه کیه. اونجا بود که اومدم گشتم دیگه تو سایت استاد عباس منش که فایلاشو گوش میدادم، یه سری فایلهاشو دانلود کردم و حقیقتم بگم میخواستم الان نگم، من با یه گروهی توی تلگرام عضو شدم. اونجا دیدم دورهاشو پکیجشو ارزونتر اونجا میذاره، نمیدونم با یه قیمت خیلی کمی بود، حدود 300 400 500 تومن بود فکر کنم. کل پکیجای استاد عباس منش رو خریدم که میدونم کار اشتباهی کردم، خودم میدونم کار اشتباهی کردم و با خودم هم عهد بستم که اگر پول دستم بیاد اولین کاری که من انجام میدم اینه که این دوره ها رو به صورت قانونی خودم میرم میخرم. و اونجا مثلا اینا اومدن صحبت کردن در خصوص خدا، در خصوص مشیت خدا، در خصوص اراده خدا. میگفتن که من میخوام که به فلان هدف برسم، ولی اگه خدا نخواد چی؟ یعنی خدا اینجوریه که بیاد جلوی راه منو بگیره؟
خدا منو زمین بزنه، خدا نمیدونم مثلا به هر کی دوست داشته باشه میده، به هر کی دوست نداشته باشه نمیده. داستان به این صورته. این لایو اون موقع که من گوش دادم و چندین سری دیگه هم گوش دادم، توی چندین نوبت دیگه، توی چندین فایل دیگه هم من این موضوع رو شنیده بودم از استاد، که استاد عباس منش که می اومد معنی یوریدالله و ان یشاء الله رو می اومد توضیح میداد. به خیال خودم شاید یه چیزایی ازش میفهمیدم. حتی یادمه یه روز نیمه شعبان بود فکر کنم، یه مناسبتی بود، فکر کنم نیمه شعبان بود، خواهرم که اومده بود خونمون، من حتی این فایل رو برای اونم گذاشتم، گفتم اینو ببین چقدر تاثیرگذاره، ببین چقدر حرفاش قشنگه، ببین چقدر زیبا صحبت میکنه. من خودم نفهمیده بودم، مطمئنم خواهرم هم هیچی ازش نفهمید از اون صحبت ها. گذشت که تا امشب که من صبح که فایل رو دانلود کردم، الان تو جاده بودم، اومدم خیلی آهنگ نترس رضا صادقی رو گوش میدادم. بعد یهو با خودم گفتم بذار برم همون فایلی که صبح دانلود کردم و گوش بدم ببینم داستان بشه طریقه. دیدم که دوباره این فایل همون فایله، ولی کن با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که من سری قبلی از سمت استاد پاکزاد اومدم این فایل رو دانلود کردم، این سری از سمت استاد عباس منش این فایل رو دانلود کردم. تفاوتش تو این بود و به نظر خودم موضوع رو خیلی قشنگتر متوجه شدم. نمیدونم چقدر دیگه جا داره که بخوام متوجهش بشم، اما موضوعی که هست خیلی قشنگه. خب یعنی یکی از سوالها و باگ‌های بزرگ ذهن منو این امشب از بین برد. به چه صورت؟ میگه که توی قرآن که به صورت فارسی برای ما ترجمه شده اومده مثلا کلمه های ریشه یشع، ریشه انشاءالله، انتشاءالله، نمیدونم این موارد رو ما توی قرآن فارسی خودمون ترجمه شده که اگر خدا بخواهد. خب که این اشتباهه که اینجای کار میلنگه و ماها رو کلن دور کرده از مسیر. به چه صورت؟ به این صورت که معنی خواست خدا، خواست قلبی خدا، یعنی خدا خودش اون جایی که میخواد یک اقدامی انجام بده، یک حرکتی انجام بده، خب از کلمه یوریدالله استفاده میکنه، از ریشه روده استفاده میکنه. خب ان اراد الله، ان یرید الله. اینجا چه تفاوتی وجود داره؟ خب یعنی مطمئنم شاید خیلیاتون نفهمید که من چی میگم، مثلا حرفا رو چرت و پرت بدونید، ولی خیلی مهمه که این داستان رو متوجه بشید که خدا توی زمانی که میخواد به یکی بده یا به یکی بگیره میاد از ریشه روده استفاده میکنه توی قرآن با کلمات ان یرید الله، ان اراد الله. بعد حالا قشنگتر کجاه؟ اینجاه که میگه زمانی که کلمات ان یرید الله و ان اراد الله استفاده شده، اومده قومش هم مثال زده، اومده گفته من قوم کافران را نابود میکنم به خواست خودم میام فلان موضوع رو انجام میدم. برای کدوم قوم؟ برای اون قومی که کافرن، برای اون قومی که مشکل دارن، برای اون قومی که آگاه نمیشن، برای هر چیزی که میخواد باشه. خب این میشه توضیح ریشه روده، خواست خدا. یعنی خواست خدا دقیقاً اینجاه، اون زمانی که کسی کافر میشه، یک قومی کافر میشه قوم نوح که میزان کفرشون بیش از حد زیاد میشه، یک طوفانی میفرسته، یک سیلی میفرسته و همه رو که نه، اونایی که توی جز دسته کافرین بودن رو از بین میبره، اونایی که جز دسته افراد با ایمان بودن اونا میرن داخل کشتی و نجات پیدا میکنن. حالا ان شاء الله، ان یشاء الله، نمیدونم
تمام مواردی که ما ایرانی‌ها و خود من به شخص بی نهایت ازش استفاده میکنم، از کلمه انشاءالله که بی نهایت توی چت‌های خودم، توی گفتار خودم ازش استفاده میکنم، انشاءالله از ریشه یشعه میاد، فکر کنم شیعه، از ریشه شیعه به وجود میاد. اون شد ریشه روده، این شد ریشه شیعه. یعنی چی؟ یعنی در مشیت خدا. یعنی خدا اومده یک سری قوانین، یک سری شرایط رو ایجاد کرده، گفته هر کسی که توی این مسیر باشه به این موارد دست پیدا میکنه. مثل تمام قوانین دیگه‌ای که توی دنیا وجود داره، مثل قانون جاذبه، میگه آقا تو یه سیبی میندازی بالا، سیبه میاد پایین. به چه خاطر؟ به خاطر اون قانون جاذبه. یکی رو پرت میکنی پایین، میره پایین. به خاطر چی؟ به خاطر اون قانون جاذبه. مثل قانون دیگه تمام قوانین، یعنی میگم تمام. یه قانون هم هست، قانون مولکولی، نمیدونم، جنبش مولکولی، گرایش مولکولی. اینم تازه متوجه شدم. مثال این چیه؟ میگه آقا یه قانون هست توی فیزیک که میگه شما یک شی رو، فکر کن مثلا یک گلوله رو، خب با سرعت خیلی شدید وارد یک مسیر آبی میکنید. هر چقدر که سرعت پرتاب اون تیر بیشتر باشه، مقاومت آب نسبت به اون تیر بیشتره. پس به این نتیجه میرسیم هر چقدر که اون تیر شتابش بیشتر باشه، زودتر متوقف میشه. خب این موضوع دیگه هیچ ربطی نداره که من رضا دارم این تیر رو صادر میکنم، یا ایکس یا ایگرگ یا شما یا هر کس دیگه، هیچ ربطی نداره. هر کسی که باشه، چون که قانونینه، قانون همینو جواب میده. خب حالا برای خدا اومده قوانین جهان، قوانین آفرینش خودشو ساخته. قوانینش چیه؟ یکیشون قانون کارما، میگه آقا تو به میزانی اون مثقالی کار خوب انجام میدی، به همون مثقال پاداششو میگیری. تو در دجله انداز و از این صحبت ها، تو نیکی کن و در دجله انداز. یا بهتون بگم قانون احساس، میگه آقا تو احساست خوب باشه، شرک نداشته باشی، تمام حالت خوب باشه، حال خوب، اتفاق خوب، احساس خوب، اتفاق خوب. یه قانونه. قانون توجه رو داریم، قانون تجسم رو داریم، قانون فکر رو داریم، قانون نوشتن رو داریم، قلم رو داریم، تمام قانون تمرکز، توجه، تمام. فایل قبلی قطع شد. خداوند رحمان گفته که قربونت برم، راه اینه، چاه اینه. اگه تو به سمت راه میری، تمام نعمت هم به سمتت میاد. به سمت چاه میری، پات میفته تو چاه، گردنت میشکنه. یعنی این نیست که خدا برای یکی خوب بخواد، برای یکی بد بخواد. این نیست که من رضا حالم خوب باشه، احساسم خوب باشه، شرایطم خوب باشه، توجهم روی نکات مثبت باشه، بعد نکات منفی وارد زندگی من بشه. این با قانون نمیخوره. این با قانون ریشه شیعه نمیخوره. انشاءالله که میشه مشیت خدا، دقیقاً همینه. یعنی هر موقع تو از کلمه انشاءالله استفاده کردی، انشاءالله ما فردا براتون میکاریم، حرفش یعنی اگه تو مشیت خدا باشه، توی قوانین خدا باشه. به نظرم مثلا این کلمه شاید اصلا درستم نباشه که ما توی عامیانه خودمون داریم استفادهش میکنیم. ما این ریشه شیعه انشاءالله مربوط به خدا که اومده یک سری قوانین رو ایجاد کرده. ما اگه توی اون مسیر قوانین باشیم، پیروی اون قوانین باشیم، در دل اون قوانین راه برویم، نتیجهش رو میگیریم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش آبادانیه.
نتیجهش چیه؟ نتیجهش زیباییه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اتفاقای خوبه. حالا این شیعه قانون چیه؟ قانون میگه آقا تو باورتو نسبت به هر چیزی درست کنی، من همونو برات میارم. تو دقیقا همون چیزی که فکر میکنی، همون چیزی که باورش داری، همون چیزی که احساس براش میفرستی، همون چیزی که داری بهش توجه میکنی، من همونو برات میفرستم. قربون شکل ماهت برم. یعنی خدا نشسته که یکی مثلا یه چوب دستش باشه بگه تو آره تو نه، به تو میدم به تو نمیدم، به تو میدم به تو نمیدم، برا تو آره برا تو نه. همچین چیزی اصلا وجود نداره. هر کسی هم که گفت اینجوریه بزنی تو دهنش. خدا اصلا اینجوری نیست. خدا اومده یک سری قوانین الهی رو گذاشته، گفته از این قوانین پیروی کنید و از قوانین که پیروی کردید نتیجهش هم میگیرید. تمام. حالا دیگه این برمیگرده به باور خود من، برمیگرده به ایمان من به این صحبت. اگه من ایمانم اینقدر قوی باشه که بگم خدا خب همه چیزو مهیا کرده برا من، دقیقاً بهم گفته. حالا یک سری اشخاص هستن که آگاهی ندارن، اونایی که آگاهی ندارن من از اینجا براشون دعا میکنم که ایشالا به آگاهی برسن. خب من نمیتونم هیچ زوری بزنم که بگم برای اونا میتونم کاری انجام بدم. من هیچ کاری نمیتونم برای اونا انجام بدم. اونا خودشون اگر در مسیر آگاهی باشن قرار میگیرن با این صحبت ها رو میشنون از هر کسی که بخواد باشه. اما مایی که شنیدیم، مایی که میدونیم که داستان به چه صورته، حیفه که وقت و هدر بدیم. یعنی واقعا حیفه که وقت و هدر بدیم. مایی که میدونیم قرار داستان به چه صورت پیش بره، مایی که میدونیم خدا میخواد چه جوری کار کنه با ما. خدا به ما گفته آقا تو باورتو نسبت به هر چیزی درست کن، من از جنس همون بهت میدم. اگه باورت خراب باشه من از جنس خرابش بهت میدم. یعنی میگم این قانون که قانون احساس، به هر احساست خوب باشه اتفاق خوب، احساست بد باشه اتفاق بد، و تمومی هم نداره. یعنی و تمومی هم نداره تهش. این که بگی مثلا لاین مثبت تمومی داره تمومی نداره، اتفاق خوب اینقدر میتونه بیفته، اینقدر. نمیدونم چرا فایل ها قطع میشه، نمیدونم. اما چیزی که هست اینه که قربونت برم، تویی که میدونی داستان به چه طریقه، تویی که میدونی مسیر چطوریه، تویی که میدونی راه چجوریه، همینو بیا بگیر ادامه بده، پی کار باش. یعنی پی کار باش، همینجور توجه تو به خدای خودت بده، خدا برات کولاک میکنه. یعنی خدا یه جوری دستتو میگیره، خدا یه جوری میذاره توی دامانت که اصلا عجیب و غریب برات زندگی تو عوض میکنه. یه جوری زندگی تو عوض میکنه که خودت مات و مبهوت بمونی. خدایا من این من دیروزیم با شرایط دیروز. میگه بله تو همونی، چون که تو امیدتو به من بستی، چون که تو برگشتی به سمت منم دارم پاداشتو بهت میدم. بخور نوش جونت، استفاده کن نوش جونت، کیفشو ببر نوش جونت. خدا همینه، خدا دقیقاً همینه. اینقدر قشنگ، اینقدر مهربونه که باز تو هر چقدر که مسیر رو اشتباه میری دوباره دستتو میگیره مثل یک بچه، میگه قربونت برم گم نشی، منم مراقبت، منم. دیدید این بچه هایی که میخوان مثلا یه تو شهرن، تو محل شلوغی هن، مادره یا پدره یا برادر یا هر کسی دستشو محکم میگیره میگه گم نشی، حواست باشه، من حواسم بهت هست، خب من مراقبتم. حالا تو فکر کن تو یه مراقب داری به اندازه کل دنیا، یه مراقب داری به اسم خدا، دستتو سفت گرفته میگه گم نشی رضا، نکنه گم بشی رضا، من دارم، تو بیا سمت من،
من دو دستی دستتو میگیرم، به اوج آسمونا میرسونمت، به هر چیزی که میخوای میرسونمت، به هر چیزی که میخوای من میرسونمت رضا. و هیچ چیزی قشنگتر از این نیست و هیچ چیزی قشنگتر از این نیست که آدم چفت تو چفت دست خدا بشه با خودش. یعنی به نظر من ته دنیا اینه، ته دنیا اینه تو خودتو بسپاری دست خدای خودت، با مشیت الهیش را بری، خودتو با مشیتش هماهنگ کنی، دیگه خیالت راحت باشه، دیگه خیالت راحت باشه که قرار تو زندگیت بتره کنی، قراره توی زندگیت بتره کنی از اتفاقای درجه یک. اینقدر میتره کنی، اینقدر حالت خوب میشه که حد و نصاب نداره، اینقدر اتفاقای خوب و برات رقم میزنه، اینقدر اتفاقای قشنگ و برات رقم میزنه که کل زندگیت پر از نور خدا میشه، کل زندگیت پر از نور امید میشه. خیلی قشنگه این خدا. من شاید تیکه کلامم همین داره میشه که خدا خیلی قشنگه، با وجود ای که من ندیدمش، نمیتونم ببینمش، فقط میتونم حسش کنم، خب اما میدونم که خیلی قشنگه. یعنی قشنگترین عشق دنیا خداه، قشنگترین عشق دنیا خداه. این حالتی هست که یکی عاشق و معشوق میگه تو وای تو چقدر قشنگی، تو چقدر زیبایی، چشات حرف نداره، چشات سگ داره. خب خدا از تمام اینا قشنگتره برای آدم، خدا برای آدم از تمام این عشقا قشنگتره. هیچ عشقی به خدا نمیرسه. آدم فقط کافیه که ببیندش، حسش کنه، لحظه به لحظه داشته باشدش، دیگه تمومه. رضا خودتو برای تغییرات بزرگ آماده کن، رضا خودتو آماده کن که قرار اتفاقای بزرگ رقم بزنی. قرار خدا نه اینکه تو کاری کنی، یا خدا میخواد این کارا رو برات انجام بده، قراره که خدا دستتو بگیره ببرتت بالا، تا هر کجا که تو باش باشی اون تا همونجا دستتو میگیره میبره بالا. تو دست خدا رو ول نکن، خدا کارشو بلده، خدا کارشو خیلی خوب بلده. تو کارتو درست انجام بده، تو خودتو بچسبون به خدا، نگران هیچ چیز دیگه ای نباش دیگه، نگران هیچ چیز دیگه ای نباش. بذار خدا برات بچینه، خدا خوب بلده بچینه. چیدمان خدا حرف نداره. تو خودت 2 ماه 3 ماه خواستی بچینی، ازن داغون کردی همه رو رضا، یادت خودت دیگه، با مغز خودت با ذهن خودت خواستی بچینی، زندگی تو آباد کنی، زندگی تو گل و بلبل کنی، نمیدونم همه دست زن و زندگی و همه چیزو بگیری، همه چیزو آباد کنی. خدا زد پس کلت، گفت بابا بشین زمین. برا هر کسی به قول معروف میخوای گنده درازی کنی، برا من یکی نکن، برا من یکی نکن. من بخوام بزنمت زمین یه جوری میزنمت زمین که بشه اون داستان یریدالله. بخوامم میتونم قشنگ به حجتمو بدم. توی قسمت یریدالله 2 سمته، میگه هم میتونم بدم هم میتونم ازت بگیرم. خب اون جای خودشه، اما ما با مشیتش کار داریم. میگیم مایی که مشیت قانون خدا رو میدونیم، دیگه روی خودمون کار میکنیم، حال خودمون رو بهتر میکنیم، حرفای قشنگ میزنیم، صحبتهای قشنگ میکنیم، به قشنگی ها توجه میکنیم، اتفاقای قشنگ رو میبینیم، قشنگی هم وارد زندگیمون میشه. اون رضایی که من میشناسم اینه، اون رضایی که من میدونم باید باشه همینه، اون رضایی که من میدونم باید زندگیشو آباد کنه همینه. یک برهه‌ای از این شرایط فاصله گرفتی و تجربه‌های خیلی خیلی تلخی هم به دست آوردی. یک تجربه هایی که
تا ته استخونتو سوزوند، یعنی تا ته استخونتو سوزوند. چرا؟ چون که خدا تو فراموش کردی، چون که خدا تو غافل شدی. بسپار دست خدا، بسپار دست خدا. خدا بلده بچینه، خدا خیلی قشنگ بلده بچینه. تو خودتو اصلاح کن، بیا باوراتو روز به روز روش کار کن. نقطه ضعفاتو داری میشناسی، روشون کار کن. خیلی نقطه ضعف داری رضا که باید یکی یکی روشون کار کنی. خوبیش به اینه که میدونی، بعضیاشون میدونی که از کجا داره آب میخوره، آبش خورشو میدونی کجا هست. همینجور بیفت به جونشون، بیفت به جون نکات منفیت، بیفت به جون نقاط ضعفت، بیفت به جون ترسات، بیفت به جون استرسات. همه رو پاک کن، باوراتو خوشگل کن، خودتو قشنگ پاک کن. یه لوح پاکی از خودت به وجود بیار. بسپار دست خدا بقیهشو. خدا بقیهشو بلده بشینه. خیلی حرفا قشنگی شد اینا. فردا اینا رو آخر شب یا فردا اینا رو همه رو پست میکنم داخل پیجم. لذتشم میبرم. قربونت برم ای خدای من، شکرت. مراقبم باش، خودت حافظم باش که تا خونه که قراره برسم خودم رو به تو میسپارم و تو پناه من باش، امید من باش، پارتی من باش، وکیل من باش، دکتر من باش، مهندس من باش، عشق من باش، همه زندگی من باش. من خودم رو میسپارم توی دستای مبارک تو مابقیشو خودت قشنگ پیش ببر برام. فعلا.